سلام دوستان عزیزم، انشاءالله که ماه رجب یک ماه خوب و عالی برای همه باشه و امشب که شب آرزوهاست. هر آرزویی داری در آسمون بازه و میتونی از خدا بخوای و خدا بهت میده. کافیه بین نماز مغرب و عشا 12 رکعت نماز بخونی که بشه. من بارها تو پیج ها گفتم و اگرم بلد نیستی توی گوگل سرچ کن که حتما بخونی نماز شب آرزوها رو بخون و از خدا هر حاجتی میخوای خدا بهت میده. و همچنین تو ماه رجب اگه میتونین حتی یه روزش هم میتونین روزه بگیرین، ولی روزه تو پنجشنبه، جمعه و شنبه ماه رجب خیلی ثواب داره. انگار که پات گذاشتی تو بهشت، هر گناهی داشته باشی بخشیده میشه وقتی این 3 روز رو روزه بگیری. اگرم نتونستی یک روزم بگیری باز خدا بزرگه، الله که خدا بهتون ثواب بده. ماه رجب توی یک ماه میتونین 1000 مرتبه لا اله الا الله بگین، یا تو ماه رجب توی یک ماه 1000 مرتبه سوره توحید رو بخون، 1000 مرتبه استغفرالله بفرست. یه چیزی هم میخوام دوستان بهتون بگم، 100% حال دلت خوب میشه اگه این کار انجام بدی. 100% حال دلت خوب میشه. کافیه تو ماه رجب هر وقت تونستی از صبح که بیدار میشی صدقه حتما بده، حتما نماز یومیت رو بخون، انشاءالله که خدا یک در بزرگ برات باز میکنه. اگه گرفتاری، مشکل داری، خیلی گرفتاری، حتما امشب که شب آرزوهاست نماز بخون، نماز لیلة الرغایب. دوستان سوره واقعه رو بخونین. کافیه هر روز سوره واقعه رو روزی 1 مرتبه بخون، سوره زاریات رو بخونین، سوره صافات بخونین. اینا همه برای رزق و روزی، برکت، سلامتی، برای رفع مشکلات، برای گرفتاری. اونایی که بچه ندارن امشب حتما نماز لیلة الرغایب رو بخونن. اگه میتونین الان، همین الان بلنشین 1 بار سوره حمد، 3 بار سوره قدر و 11 بار سوره توحید رو بخون و 100 مرتبه صلوات بفرست، 1000 مرتبه استغفرالله رو بگو. انشاءالله که هر حاجتی داری خدا بهت میده، حاجت روا میشی، حاجت دلتو میگیری. نظر نمک خیلی خوبه، حتما یه دونه نمک بردارین روش بخونین، روش 1 مرتبه سوره حمد بخونین، 3 مرتبه صلوات بفرستین، 3 مرتبه آیت الکرسی بخونین. نمک رو بذارین یه گوشه از خونه، بعد با اون نمک غذا بپز بده بچه‌هات بخورن، به خودت بخور، برای سلامتی خیلی عالیه نمک. حتما انجام بدید. تو ماه رجب ماهی که خدا پاش در میونه، میتونیم هر چی میخوایم از خدا بگیریم. خدا رؤوفه، خدا ارحم الراحمینه. حاجتی داشته باشین به ما میده. تو این ماه عزیز رجب حتما رعایت کنین. تو ماه رجب صبح که از خواب بیدار میشی صلوات بفرست، استغفرالله بگو، آیت الکرسی بخون، صدقه بذار کنار. انشاءالله که مشکل دونه بدونه حل میشه. هر مشکلی داری، هر گرفتاری داری، هر مشکل زیادی داری، انشاءالله که تو ماه رجب مشکلاتت حل بشه. اگر تو ماه رجب هیچ کاری نکردی این چند روز، این کاری که بهت میگم انجام بده. اگر جیبت خالیه، اگر پول نداری، اگر گرفتاری، محتاجی، این کار رو انجام بده. ماه رجب 12 مرتبه سوره شورا رو بخون، آیه 19 رو. بس چیکار میکنی؟ آیه 19 سوره شورا رو میخونی، انشاءالله که جیبت پر پول میشه. انشاءالله امشب حتما یادتون نره دوستان، حتما نماز لیلة الرغایب رو بخون. هر مشکلی داری مشکلت حل میشه، هر گرفتاری داری گرفتاریت برطرف میشه. حتما صدقه بدین، حتما با وضو باشین، همیشه با وضو بخوابین، با وضو بلنشین. انشاءالله که مشکلاتتون دونه به دونه حل میشه. هر مشکلی داری، با شوهرت مشکل داری، بچه نداری، خونه نداری، گرفتاری، بیکاری، بچت اذیتت میکنه، بچت به حرفت گوش نمیده، دخترت به حرفت گوش نمیده، پسرت به حرفت گوش نمیده، بچه‌هات باهات قهرن، باهات حرف نمیزنن، این نماز رو بخون. این نماز مشکل گشاست، مشکلتون حل میکنه، از ریشه مشکل رو حل میکنه. حتما نماز لیلة الرغایب و امشب بعد از نماز مغرب بخون. فکر نکن سخت نیست، خیلی راحته.
کافیه که بشینی از ته دل و با خلوص نیت با خدا راز دل کنی، درد و دل کنی، هر رازی داری به خدا بگو، خدا دستتو میگیره. امشب شب آرزوهاست، امشب حتما با خدا راز نیاز کن، التماس دعا، انشاءالله که شب آرزوها به آرزوت برسی.